ادامه بخش چهره‌های ماندگار. ناصر خسرو سخنور بزرگ و مرد اندیشه. مهمترین خصلت انسان کامل از نگاه شاعر نیکی و نکوکاری است. به اندیشه شاعر نکوکاری پیش از همه راحت رسانی به مردم، یاری و مدد به یتیمان و محتاجان، دلسوزی و غمخواری به بیچارگان، مهربانی و پشتیبانی از بینوایان و برجاماندگان است. انسانی کاملی که ناصر خسرو در آثار رنگین خود آفریده است، جوینده حقیقت و دارای خصلت‌های حمیده بوده، برای انصاف و عدالت، پاکی و نکوکاری و از بین بردن ظلم و ستم، دروغ و ریا، حرص و طمع و فتنه و جنگ مبارزه می‌برد. او همیشه عقل و خرد انسان را ستایش نموده، علم و عمل را معیار ارزیابی فعالیت شخص می‌شمارد و در آثار بی‌زوال اخلاقی و فلسفیش غایه‌های بلند انسان دوستی، اندیشه ملی، خودآگاهی و خودشناسی و وطنپروری موقع خاصه داشتند. بزرگان ما هنوز از عهد سامانیان عقیده‌های عمومی بشری و غایه‌های انسان دوستی را ترغیب می‌نمودند. به عباره دیگر، آنها همیشه در دایره ارزش‌های عمومی بشری و غایه‌هایی که به تکامل اخلاقی انسان و تحکیم رابطه‌های بین فرزندان انسان و خلق و ملت‌های بشر روانه شدند اندیشه می‌راندند. قابل ذکر است که یکی از همزمانان ناصر خسرو، نظام الملک، وزیر دربار سلجوقیان بود. اثر مشهور خود سیاستنامه را نوشته مثل این شاعری وطن دوست، سیاست دولتداری، نظام اداره کنی و عدالت و رعیت پروری سامانیان را ستایش و تلقین نموده است. این بزرگان و ده‌ها چهره‌های نمایان ادب و فرهنگ آن دوره با آثار جاودانه خود در بالا رفتن بیداری و هوشیاری ملت ما، همچنین در راه آزاداندیشی و استقلال خواهی، عدالت جویی و خلق پرستی و تشکل افکار خودشناسی ملی، تکامل معنوی، اخلاقی و تحکیم رابطه‌های بین انسان‌ها خدمت بی‌بها کردند. زندگی و جانثاری‌های فرزندان فرزانه ملت در همه دور و زمان چون تمثال مبارزه به خاطر پیروزی غایه‌های والای انسانی و ارزش‌های عمومی تمدن بشری باقی می‌مانند. شاهکاری‌های بی‌زوال بزرگان ملتمان نه تنها باعث افتخار ما تاجیکان هستند، بلکه یک جزء مهم فرهنگ و تاریخ بشری محسوب می‌یابند و از این رو مایه افتخار تمام انسانیتند. زیرا آنها به مجرای زندگی از دیدگاه بلند می‌نگریستند، نظری فراخ و افکار عمومی جهانی داشتند، انسان دوستی را ترغیب می‌نمودند و چنان که خاطر نشان گردید مردمان جهان را به وحدت و همدیگر فهمی دعوت می‌کردند. مفهوم فلسفی گومانیسم یعنی انسانگرایی یا آدمیت محض در دوره احیا یا رنسانس خلق‌های آریایی شکل گرفته، من بعد در سراسر جهان پهن شده است. از این رو آثار علمی و ادبی اجداد بزرگ ما هرگز کهنه‌شوی ندارند و نسل‌های من بعد نیز از این گنجینه جاودانه برای خود همیشه معنی‌های تازه و پند روزگار خواهند گرفت. این عنعنه نیک را در عصر 20 چهره‌های تابناک علم و فرهنگ تاجیک صدرالدین عینی، باباجان غفورов، میرزا ترسونزاده، ساتیم اولوغزاده و دیگران ادامه دادند. ما با افتخار و باوری گفته می توانیم که امروز هم در کشورمان عالمان و شاعران و هنرمندان نامدار کم نیستند و جوانانی با استعداد به راه مرکب پرپیچ و تاب علم و هنر با جسارت خاص وارد می‌گردند. تاجیکستان از آنها در پیشرفت علم، فرهنگ و هنر بازیافت‌های تازه را امیدوار است، زیرا جوانان تاجیک وارثان علم و ادب و فرهنگ بزرگند که نظیرش در جهان کم میباشد. ما باید افتخار داشته باشیم که ملتمان را با فرهنگ اصیل و خاصش همچون ملت فرهنگی میشناسند و احترام میکنند.
вақтҳои охир дар воситаҳои ахбори умум инчунин ба василаи китобу рисолаҳо дар байни баъзе олимону адибон баҳсҳои шадиде бармехезанд, ки дар асл хуруши баҳрро дар пиёла мемонанд. ин баҳсҳо аксаран моҳият ва арзиши илмӣ надоранд. аз онҳо бештар бӯю хусумати шахсиву ғараз меояд ва дар онҳо аломатҳои гурӯҳбозӣ ба назар мерасанд.